درود به برابعکس مشتی یوتیوب فارس. خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که بریم به یکی از بهترین کانال‌های فیلم ترسناک تو کامیونیتی فارسی ریاکت کنیم. حتما بچه‌ها این کانال رو بیاید سابسکرایب کنید که هرچه زودتر بشه 100K. اسم کانال سودار که بریم ویدیو رو ببینیم. معطل کنیم قراره بریم تو خودمون نترسیم. چند خوب دست و پامو کشیدن. نمیدونم واقعی ویدیوهاش. دوستانم چند ماه پیش اتفاق افتاد. الان 16 سالمه. یه روز عادی بود. طبق معمول بعد درس خوندن حدود 1 ساعت 12 رفتم بخوابم. همه چیز به نظر عادی می اومد. ولی اون آخرین شب عادی و نرمالی بود که داشتم. راستش دقیق همه چیز رو یادم نیست و بعضی صحنه‌هاش برام مبهمه. ولی سعیمو میکنم تا قشنگ توضیحش بدم. یادم خوابیده بودم و ناگهان چشمامو باز کردم. تو اتاق خودم بودم و حالا نمیدونم چیزی حس کرده بودم یا نه، ولی به شدت میترسیدم. مطمئنم پنیک اتک شده بودم. البته برام عادی بود که با این پنیک ها از خواب پاشم و از خونه بزنم بیرون. میدونستم که دچار پنیک شدم، ولی داشتم به حد مرگ از یه چیزی تو اتاقم میترسیدم که یادم نمیاد. و تو پنیک اتک های قبلی مثلا اینجوری نمیشدم. گوشی که هر شب کنار سرم بود و برداشتم. سعی کردم به مامان بابام که تو اتاق روبرویم خوابیده بودن زنگ بزنم. داشتم میترسیدم و میلرزیدم و گریه میکردم و اصلا نفسم بالا نمیومد. وقتی بهشون زنگ زدم گوشی رو برداشتن، اما اصلا نتونستم حرف بزنم. سعی کردم جیغ بکشم و یه چیزی بگم، ولی هیچی از دهنم بیرون نمیومد. اینجا بود که به دلایلی فهمیدم که دارم خواب میبینم، ولی به حدی از یه چیز به نظرم احتمالا فلج خواب واسش اتفاق افتاده. دوستم خیلی وقتا بچه بودم من خودم واسم زیاد ترسیده بودم که تون دست و پامو تکون میدادم تا بیدار شم و از تختم بیام بیرون، ولی قسمت وسط بدنم اصلا تکون نمیخورد. همینطور جیغ میکشیدم و سعی میکردم. دقیقاً وقتی هم واسه شما شده یا نه، ولی معمولا این اتفاق میفته. بهش میگن فلج خواب یا انگار یه بختک میگن، قدیمی ها میگن. انگار اصلا کلا واقعا هم جوریه. میخوای صحبت کنی که انگار یکی رو بیدار کنی بیادش مثلا یه کاری کنه، ولی نمیتونستم. هیچ کاری جواب نمیداد. اما بعد ناگهان از خواب بیدار شدم و داشتم دقیقاً دست و پامو همون جوری که تو خوابم تکون میدادم حرکت میدادم، ولی قسمت وسط بدنم هنوزم تکون نمیخورد. چشمام باز بودن و دقیقاً تو همون قسمت تختم بودم و سعی میکردم جیغ بزنم. هرچند این بار تونستم صدای جیغم رو بشنوم. ناگهان حس کردم یه عالمه دست دارن دست و پاهامو از تخت میکشم پایین تا دیگه تکون نخورم و محکم نگه هم داشته بودن. اینجا من دیگه میدونستم بیدارم، ولی نمیتونستم ببینم کی یا چی منو گرفته، ولی میتونستم حسش کنم. هنوز داشتم سعی میکردم تا دست و پاهامو تکون بدم، ولی اون دستا منو سفت گرفته بودن. داشتم مثل بارون گریه میکردم و همینجور جیغ میکشیدم و سعی میکردم خودم رو آزاد کنم. بعد حس کردم تمام بدنم پر از زخم شده. حس میکردم داره خون زیادی از بدنم میره. دردش انقدر شدید بود که با صدای بلند و از ته حلق جیغ کشیدم. صدای جیغم به قدری بلند بود که همسایه‌مونم بیدار میکرد، ولی بازم مامان بابام که تو اتاق جلوییم بودن نیومدن سراغم. حس کردم یه دست یا ناخون یا یه چیز تیزی داره صورتمو خراش میده و حاجی بزنیم یکم جلو ببینیم چی میشه. تستای زیادی رو انجام دادن، اما نتونستن بفهمن علت خونریزی چی بوده. 3 روز بستری بودم و 3 تا کیسه خون بهم وصل کردن و در نهایت سرحال شدم و برگشتم خونه. سعی کردم با دکترم راجع به کابوسم حرف بزنم، ولی اصلا حرفامو باور نکرد. مدرک‌های زیادی داشتم. مهمتر از همش این که یه عالمه خون بدون دلیل از تو بدنم ناپدید شده بود. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم گوشیمو چک کردم و فهمیدم که اون شب واقعاً با گوشیم به مامانم زنگ زده بودم و فقط تو خوابم نبوده که زنگ زدم و بر نداشتن. مامان بابام گفتن نشنیدنش، ولی اونا هم تو آخرین تماسشون میسکال من افتاده بود، ولی با این حال بازم حرفامو باور نمی کردن. الان خودمم نمیدونم چیزایی که از اولش گفتم واقعا اتفاق افتاده بوده
یا فقط چون تو کابوسم زخمی شده بودم باعث شده که تو واقعیت خون از دست بدم. هیچ زخم و خراشی رو بدنم نیفتاده بود که بشه ثابت کنی خونم از دست رفته و حتی دکترم هم هنوز چیزی نمیدونه. اما آخه کی یا چی خونم رو گرفته بود و چرا؟ بعد از اون روز هنوزم نخوابیدم و حالا دچار مرض بیخوابی شدم. دارم میرم پیش روانپزشک اما اونم حرفامو باور نمیکنه. بنابراین اینجا تنها جایی بود که میتونستم حرفامو بزنم و گفتم شاید یکی بتونه کمکم کنه و بگه چه اتفاقی برام افتاده بوده. حالا دیگه حتی به مامان بابای خودم هم نمیتونم اعتماد کنم. دیگه دلم نمیخواد با کسی حرف بزنم، حتی با روانپزشکم، چون معلومه باورم نمیکنه. از همه چیز و همه کس متنفرم و روز به روز دارم دیوانه تر میشم و از هر چیز کوچیکی میترسم. من میترسم از اتاقم بیرون نمیرم و هیچ کاری نمیکنم. واقعا نمیدونم چرا هیچ کس حرفامو باور نمیکنه. چه بعد؟ عروسی جن ها. سلام سودا. این داستان رو پدر بزرگ مادرم براش گفته و حالا میخوام واسه شما تعریف کنم. من یه پسر اهل هندم و میتونید مارک صدام کنید. بذارید یکم جزئیات بدم. این اتفاق سال 1966 افتاد. اون موقع ها پدر بزرگ مامانم فرمانده ارتش مرد خیلی قوی بود و هیچ چیزی نبود که بتونه بترسونتش. یه شب سرد زمستونی تو 1966 بود. به منطقه‌ای به نام لداک منتقل شده بود و دمای اونجا اکثر وقتها به زیر صفر میرسه. اون شب داشت طبق معمول تو منطقه اطراف اردوگاه گشت میزد. قضیه مال زمانیه که مردم سوار جلو. تو اون شب زمستونی که نمیشد سرماشو تحمل کنی بدون هیچ لباس گرمی راحت میرقصی. بعد متوجه شد پای خیلی از اون آدما پیچ خورده و برعکس. دیگه لازم نبود چیز بیشتری ببینه تا بفهمه اون آدما کیه. اونا به محض اینکه خودش و همکاراشو دیدن داد زدن به به ببینید چند تا مهمون ارتشی داریم. بعد دعوتشون کردن به جشن. با اینکه دلشون نمیخواست برن ولی دعوتشون رو قبول کردن. برای بقیه ویدیو اینو واسه بارت بعد امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و دنبال کردن فراموش نشه و تا ویدیوهای بعد پیس.